بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به حلقه نوبتی مسابقه ما خوش آمدید. امروز ما درباره پدر انبیا یا خود ابوالانبیا ابراهیم علیه السلام صحبت خواهیم کرد که قرآن سوره خاصی را به نام این پیامبر نازل کرده است و گوشه از داستان این پیامبر را در چند سوره ها قرآن برای ما پیشکش کرده است. ابراهیم علیه السلام پدرش و قومش را برای حق دعوت میکرد. اونها رو به هر اسلوب میخواست قانع کند، اما اونها که دیگر عقلشون شخ شده بود، یخ بسته بود، اون عقلها را که مصادره شده بود دیگر برای راست کشاندن مشکل بود. هرچند که اونها به نوعی به قناعت نزدیک میشدند، باز به همون به گمراهی خود باز میگشتند. ابراهیم علیه السلام به اونها میگفت که آخه این چیزهایی که شما به دست خود میتراشید چگونه اونها رو به خود خدا میگیرید؟ این چیزی که نه گپ میزند، نه میشنود، نه فایده دارد، برایش اونها رو عبادت میکنید. عبادت کردن این مثل عبادت کردن شیطان است. اینها چیزهایی هستند که انسان رو از خدا دور میکند. و ابراهیم علیه السلام به همین وسیله اونها رو دعوت میکرد و اونها قانع نمیشدند. و ابراهیم با وجود که یک جوان بردبار بود، یک جوان حلیم بود، با اونها گفت و تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. من به خدا قسم میخورم که اگر شما به همون ایدگاه خود رفتید و این شر را خالی کردید و از بت‌های خود دور شدید، حتما اونها رو مسئلهش رو میبینم. در سوره انبیاء الله تعالی میگه که فجعلهم جذاذا. بعد وقتی که قوم به ایدگاه رفتند، پیش از اون که به ایدگاه روند، اونها در بتکده خود طعام و زر و زیور و هر چیزی که به عنوان تبرک نزد اون بت‌ها میگذاشتند گذاشتند و به ایدگاه خود رفتند. و ابراهیم علیه السلام با اونها به اید نرفت. خلاصه وقتی که اونها به ایدگاه رفتند، ابراهیم علیه السلام وارد بتکده شد، دید که نزد بت‌ها طعام‌ها گذاشته شده است، زر و زیور گذاشته شده است. ابراهیم علیه السلام گفت الا تاکلون؟ آیا نمیخورید؟ این طعام‌ها برای شما هست. یعنی که یک نمود مسخره بود، استهزا بود. میگفت که ما لکم لا تنطقون؟ چرا صحبت نمیکنید؟ چرا گپ نمیزنید؟ چرا جواب سخن من را نمیگویید؟ و ابراهیم علیه السلام گرفت تبر را و یک یک اون بت‌ها را شکست زد، شکست، معده کرد، پاره کرد و تبر را به در گردن بت کلانی کشال کرد و برآمد رفت. بعد از آن وقت اون انبوه بزرگ جاهلان و ظالمان به بتکده خود وارد شدند برای اینکه اون طعامشون رو گیرند و دیگر خورند، دیدن که بت‌ها شکسته شده، بت‌ها پاره پاره هست، دیگر واهمه و دیگر ایدی اونها به ماتم تبدیل یافت. بیناشون دیگر آوازه و دادوای این کاری که کرد این جنایتکاری بزرگ است، اینا باید دستگیر کنیم که باشد. یکی از اونها گفت که یک جوان، یک نوجوان به معنای یک پس زدن شأنی، گفت که یک جوانه که برآمده بود نامش ابراهیم بود، این بت‌های ما رو نکوهش میکرد و سرزنش میکرد، شاید کاری او باشد. دیگر او انبوه جنایتکار رفتن با واهمه خانه ابراهیم دستگیر کردند، آوردن نزد مردم. یعنی به اصطلاح امروزه یعنی که خود دادگاه تشکیل دادن، خودشون ابراهیم به محکمه کشیدند و به ابراهیم علیه السلام گفتن که این کاری تو است. ابراهیم علیه السلام گفت آخه بت‌های خودشون رو پرسید، این بت کلانی رو پرسید، شاید کاری او باشد. وقتی که ابراهیم علیه السلام یعنی که ابراهیم میدونست که اونو گپ نمیزنن و مردم میدونستن که این گپ نمیزنن، لیکن ابراهیم باز میخواست اونو شعور اونها رو بیدار کند، فکر اونها رو بیدار کند، نهاد اونها رو بیدار کند، ضمیر اونها رو بیدار کند. گفت اگر اینها خدا باشن پس گوین که کی با اونها این کارو کرد؟ بعد وقتی که ابراهیم این سخن گفت، اونها کمتر به خود آمدن، اینکه لحظات ثانیه های چند با خود آمدن گفتن که بله راست میگه، اینا اگر خدا باشن چرا از خود دفاع نکردن؟ چرا این کلانی خدای میده ها رو دفاع نکرد؟ چرا خود این میدیک ها اگر خدا باشن بت‌های میده چرا از خود دفاع نکردند؟ یعنی به خود آمدن کمتر، لیکن باز به همون کفر خود بازگشتن. چه خیلی آیات میگه که ثم نکسوا علی رؤوسهم، یعنی که سرازیر شدن. سرازیر یعنی که سراشو پایین شد، پاهاشون بالا، یعنی که یک اشاره که مجازی هست، یک اشاره بلاغی هست که اونها رو تصویر میکند گویا که عقل اونها دیگر پایان شد و عقلشون پایین رفت، پاهاشون بالا رفت، دیگر اونها
عقلی مصادره شده خود را نمیتونستن که کار برند و تفکر کنند و اندیشه کنند تا اینکه به حقیقت رسند. گفتن که لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، تو خوب میدونی که اینها گپ نمیزنند. انا دیگر حجت به ابراهیم دادن. ابراهیم علیه السلام گفت در جواب آنها گفت که افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. ها اگر این طور باشد شما چیزی رو عبادت بکنید نه به شما فایده دارد نه به شما ضرر دارد، نه ضرر رو دور کرده میتواند نه فایده آورده میتواند. اف لکم ولما تعبدون من دون الله، وای بر شما، توف بر شما و به دین و دینداری شما و به عقل و تصورات شما. وقتی که عقل خود را در طبق پیشی یک که ظالم پیشکش میکنید تو اینکه عقل شما را مصادره کند و هر نوعی که خواهد اون طور توجیه کنه. وقتی که اونها دیدن که دیگر با روی حجت بازی نمیتونن بر ابراهیم چیره شوند، گفتن که انبوه اداره نشونده، توده از جنایتکار، اوباش، حرقوه، سوزانید، ابراهیم را سوزانید. از هر طرف صدا میبرامد. بعد گفتن که هر کسی هیزم بیارد. هیزم جمع کردن، یک هیزمی کلانه گویم که به مانند یک تله یا کوهی شد. دیگر اون هیزم علاب زدن و از اون که علاب خیلی علاب بزرگ بود نمیتونستن که ابراهیم در اون آتش اندازن. بنابراین با یک شیطان دیگرش، شیطانی که در صورت انسان بود، مصلحت داد که به منجنیق ابراهیم به آتش پرتاب کنند و آنها در منجنیق ابراهیم را به آتش پرتاب کردند. و همین که ابراهیم پرتاب کردند، ابراهیم علیه السلام گفت، خیلی در صحیح بخاری اومده است، حسبنا الله، خدا برای من بس است، خدا بسنده است و نعم الوکیل، و چی خوش بسنده هست اون ذات، همه طرف مرا حمایت خواهد کرد، حفاظت خواهد کرد. و همین که ابراهیم به آتش درام ندرام، الله تعالی تمام یک حالت فوق‌العاده در آسمان شد و الله تعالی به آتشی که خودش خلق کرده بود و آن را ماده سوزنده قرار داده بود فرمان داد و گفت یا نار، ای آتش، کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، سرد و سلامت باش برای ابراهیم. اونقدر سرد ما باش که ابراهیم از سردی اذیت بیند، بلکه سلامت باش تا اینکه ابراهیم در داخل تو راحت باشد. یعنی الله تعالی برای حمایه خلیل خودش، دوست خودش، برای حمایه این شخصی که برای مردم از گمراهی کشف کردن جان خودش رو به این خطر انداخت، الله تعالی قانون طبیعت را دیگر کرد و دقایق چند آتش از سوزاندن باز ایستاد و خصوصیتی سرد و سلامت نگه داشتن را به خود کسب کرد. و ابراهیم علیه السلام بعد از چند دقیقه از آتش برآمد و مردم اون انبوه جنایتکار و اوباش ایستاده اند. ابراهیم برآمد و استوارانه قدم میزد. آواز به پادشاه رسید که جوان به همین مشکلی گرفتار شد و جوان به همین اونها رو به آتش پرفتن، اون سوخته نشد و دین نو آورده است. پادشاه برای اینکه مردم به فتنه گرفتار نشن به نزد خودش دعوت گفت بیارید ابراهیم نزد من بیارید. وقتی که ابراهیم نزد پادشاه بردن، دیگر در اون که قصر شاه دیگر وزیرای و منصبدارای و دیگر تملقگار و هر نوعی از مردم اونجا جمع شده بودند. بعد بین ابراهیم علیه السلام و اون پادشاه محاوره یا دیالوگ گذشت. پادشاه میگفت که چی است، این چی دین است؟ ابراهیم علیه السلام با یک خوبی و مهربانی باید میفهموندن که آخه این چیز این خدا است، این چوب است، این سنگ است، چطور پیشون سجده میکنید، عبادت میکنید، از بعد تقرب میجید. با گفت فالی تو گفت غیر من خدای با پرستش میکنی، چه حق داره که غیر من خدای پرستش کنی؟ خدای تو من هستم. گفت نمرود و هم دعوای خدایی داشت. بعد ابراهیم علیه السلام بازم به نرمی صحبت میکردن. گفت خدای تو چه خصوصیتایی دارد؟ ابراهیم علیه السلام گفت خدای من زمین و آسمان آفریده، خدای من انسان آفریده، از نابودی به بودی آورده و غیره. گفت یکی از ویژگی هایی که خدای من دارد این است که انسان زنده میکند و میمیراند، پیدا میکند و ناپیدا میکند، میمیراند. دیگر اینجا بود که این شاه ظالم با یک کبر و غرور در اطرافیانش، منصبداراش، وزیراش همراه خودش هستند،
ابراهیم تکی تنها غیر از خدا کسی ندارد دیگه. عقیده، استواری، یعنی که ایمان بزرگش، ایمانش به خدا او رو چنان استوار کرده بود که در مقابل اون ظالم ایستاد، در مقابل اون که وزیرای او ایستاد، به حجت با اونها مناظره میکرد. ابراهیم علیه السلام وقتی گفت که خدای من میمیرون زنده میکند، اون با کبر و غرور خودش گفت من نیز میمیرونم زنده میکنم. که دیگر در همون تالار قصر دیگر هم هیاهوی و که چپک زدن. بعد نمرود گفت بره دو زندانی رو بیارید. گفت دو زندانی رو آوردن. نمرود گفت هر دوش محکوم به اعدام بودن. او زندانی های محکوم به اعدام بودن. گفت در بالای این حکم اعدام تطبیق کنه، اینش از حکم اعدام من عفو کردم. بعد به سوی ابراهیم نظر کرد و گفت دیدی من یکی رو میراندم، یکی رو زنده نگه داشتم، من نیز خدا هستم. اکنون اینجا حضرت ابراهیم به این فلسفه باطلی، یک فلسفه مسخره بازانه نمرود که به مناقشه ندارم بدن. من در نظر داشتم که این اصلا اصلی آفرینش، اصلی زنده کردن، اصلی مرده کردن، نه این نمود زندگی مردگی که تو دعوا داری. نه، ابراهیم علیه السلام گفتن گفتن تو رو یک مبهوت خواهم کرد که مسخره عالمیان خواهی شد. دیگر در تالار هم خرسندی دارن که نمرود ابراهیم را گویم که ساکت کرد. ابراهیم علیه السلام گفت ها اگر تو اینقدر خدای زور باشی و زنده کنی مرانی، اینطور باشد خدای من آفتاب رو از مشرق میبرارد، تو آفتاب رو از مغرب برار. اینجا بود که به تعبیر قرآنی میگه که فبهت الذی کفر، مبهوت شد، لال شد، گنگ شد. دیگر تالار را خاموشی فرا گرفت، دیگر نمیتونست برای ابراهیم چیزی گوید. الله تعالی میگه فبهت الذی کفر، مبهوت شد، لال شد. دیگر گپ حجت است، گپ منطق است، گپ عقل است، فکر است، اندیشه است. بعد نمرود ابراهیم را نفی کرد و از کشتن ابراهیم به قتل رساندن ابراهیم صرف نظر کرد. میگن که ترسید که بار مردم آتش انداختن نسوخت، دیون برو من این کار کنم، مقصد حرکتی کشته نکنم. اگر ابراهیم کشته نشود خدایش آنچنانی که از آتش نجات داد از این کشتن هم نجات دهد. دیگر ابراهیم مردم مفتون میکند، مردم از دین دور میکند. بنابراین امر کرد که ابراهیم نفی کنند. ابراهیم بدرقه کردند و ابراهیم علیه السلام به سوی شام بدرقه شد. این بود گوشه از حیات پیامبری بزرگ، پیامبری که قرآن به او لقب حنیف داد، قرآن به او لقب خلیل داد، پیامبری که محمد صلی الله علیه و سلم فخر میکردن که من از همه دیده به این پیامبر از جهت ظاهراً به این پیامبر مانندی دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط با فخر و به افتخار میگفتن که ابراهیم پدری من است. و قرآن هم بارها تاکید میکند که ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدر شما ابراهیم علیه السلام، یعنی که دین شما دین ابراهیم است و ابراهیم بزرگترین پیامبر است. نام اینه که ابراهیم در همه دنیا پهن شده است. الله تعالی میگه که سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم و آل ابراهیم. و ما نیز در همه نمازهای خود صلوات بفرستیم و حتما در صلوات خود صلوات و برکت برای ابراهیم و آل ابراهیم دعا میکنیم. این بود گوشه از زندگی نامه حضرت ابراهیم علیه السلام. شما رو تو برنامه آینده به پناه الله تعالی میسپرم. و السلام علیکم و رحمت الله.